در صحنه اول فیلم یک مرد هزاره را می‌بینید که پایش با ریسمان بسته شده و در کنار یک خرابه ایستاده است. چندین فرد غیر نظامی مسلح هم در روبرویش و ناگهان یک نفر یک پسر نوجوان را پیش میاره و برش اسلحه میده. مرد اسیر به جای ترسیدن شروع میکنه به قهقه زدن و بلند خندیدن. پسرک با چهره جدی و چشمای تیز و خشن با فیری یک مرمی اسیر در خاک میزنه. خب پیش از اینکه ادامه از این ویدیو را ببینید، برای حمایت از ما حتما این ویدیو را لایک و شیر کرده و صفحه ما را فالو کنید. در ادامه فیلم میبینید که حال دیگه مجیب کلان شده. مسافران برش خلیفه میگه و بعد از سفرهای چندین روزه در قریهشان که نزدیک مرز ترکمنستان است میآیه و بعد از هر بار سفر کنار خانه نامزادش میره و نامزادش را از موریگکای سر دیوال حولیشان نگاه میکنه و در یکی از این موریگکا برای نامزادش تحفه های مثل گل پیچه و سنجاقک موی میمانه. نامزاد مجیب غزاله نام داره و دختر همون قماندانی است که در صحنه اول فیلم تفنگ را به دست مجیب خردسال داده بود و باعث شد مجیب قاتل شود و حال مجیب به خاطر همون خاطر بد مشکل سردردی پیدا کرده و مادرش برش میگه عروسی که کردی بچه دار که شدی سرتم خوب میشه. غزاله و مجیب از همون کودکی در نام همدیگه هستند و طبق رسم و رواج مردم قریه حق ندارن همدیگر از نزدیک ببینن. زنها و دخترها همیشه باید در این قریه در خانه باشند، کار خانه کنند و قالین ببافند و در حیوانا رسیدگی کنند. غزاله نامزاد مجیب 2 دانه بیادر داره و مادرش خیلی وقت پیش به خاطر مرض سل یا تبرکلوز مرده و کل کارهای خانه را تنهایی انجام میده. دختر بسیار مقبول خوبی است که بعد از انجام کارهایش یک لحظه میشینه و خود در آینه سیل میکنه. سنجاقک مویش را در مویایش میزنه و خیال بافی میکنه. حالی 3 مرد خارجی را میبینید که از کانادا آمده، البته به همراه یک زن افغان به نام مژگان که کلان شده خارج است و در کودکی افغانستان را ترک کرده و حالی به عنوان ترجمان همراه از این خارجی آمده. بعد در حال گپ زدن با ملای قریه در مسجد هستند که ملا میخواد مژگان از مسجد خارج شود و در جای زنا بره، چون زنا حق آمدن در مسجد را نداره، ولی یک نفر برش میگه این زن ترجمان است و باید خارجی ها را همراهی کنه. ملا به خارجی ها میگه حاضر هستیم که برای تقسیم کردن کمک ها مثل آرد و روغن و نان و غذا همکاری کنیم، ولی خارجی ها برش میگه میخواین که در قسمت ساختن فیلم همراهشان کمک شوه و حاضر هستند که برشان پیسه هم بیتن که در همین زمان وقت نماز میشه و ملا گپا را در وقت دیگه میمانه و میخواد که دیگه مژگان در مسجد نبیایه. حال آته علی را میبینید که بعد از سالها همراه خانواده خود از ایران در همین قریهشان پس آمده. مستقیم در دم در خانه قدیمیشان میره و در میزنه، اما صاحب جدید قاشروی نمیته و در بر رویشان بسته میکنه. آنها مجبور میشه که در جای دیگه مهاجری در خیمه برند و زندگی کنند تا که ببینن خانهشان را پس گرفتن میتونن یا نه. اینجی علی را میبینید که به درخواست خارجی ها میخواهد که همراه از اونا کار کنه و او در ایران انجینیری خوانده و تحصیل کرده است. در ادامه خارجی ها یک خانه خرد را به نام کانادا سینما باز میکنه و با برق جنراتور یک تلویزیون قدیمی را راه اندازی میکنه که در اینجی اطفال کارتونی سیل میکنند و از تماشای لذت برده میخندند. علی و برادر کوچکترش ریزا مسئولیت اینجا را به عهده گرفته که اکثرا ریزا از این سینما مواظبت میکنه، اما متاسفانه در این قریه یک تعداد پسرای نوجوان تندروی مذهبی و متعصب مثل عبدالجبار وجود داره که کلا مخالف سینما است و از قوم هزاره خوشش نمیآید که به همین خاطر هر وقت بتونه جنراتور خراب و اگر ریزا را گیر کنه لتو کوب میکنه. حال مژگان را میبینید که در صحنه فیلم برداری 4 طرف خود از سیل داره و به صورت تصادفی از موریگکای دیوار با غزاله روبرو میشه و همراهش سلام کرده و از او اجازه میخواهد که از تشنابشان استفاده کنه. در این دیدار مژگان به غزاله میگه که یگان وقت بیرون بیا چکر بزن، که غزاله میگه دخترها اجازه نداره بیرون بیایه. در صحنه بعدی قماندان هم میبینید که برای عروسی دخترش یک گوشواره خریده و غزاله وقتی که پدرش نیست او را در گوشش میکنه، چرا که نباید دختر خوشی عروسیشان در کس نشان بده و کسی ببینه به خاطر که شگون نداره. او لباس عروسی مادرش را
از بخچه باز میکنه و نگاه میکنه به خاطری که قصد داره در عروسی خود بپوشه ولی چادری نداره. مژگان و علی در حال قدم زدن در بازار قریه هستند و از زندگی و فکرایشان گپ میزنند. مژگان میگه من پس آمدم تا به زنای افغان کمک کنم ولی اینجا عقب مانده است و بودن در اینجا دشوار است. علی میگه که مردم اینجا در جهالت غرق هستند و نمیشه همراهشان جنجال کرد. اونا در بازار سیب فروشی را میبینند و علی 1 کیلو سیب میخره و به مژگان پیش میکنه و مژگان با یک دان میگه که هنوز همون مزه قدیم داره و از سیب افغانستان تعریف میکنه. مولای مسجد با قماندان و 1 نفر دیگر روی تخت در بازار ششته و علی و مژگان را سیل دارن. مولا میگه ای خارجی ها مرا آزار میده و قماندان میگه از ای خارجی ها که در خارجی نماها مرا بیشتر آزار میده. منظورش علی و مژگان است. خلاصه بعد از این گپا اونا درباره خوردن پلو عروسی دختر قماندان گپ میزنن. به ای که حالی او 15 ساله شده و کلان دختر است و باید با موجب عروسی کنه. خارجی ها میخوان که به کودکان فیلم بازی و تمثیل را یاد بیتن و تمرین کنند که ساکنین قریه واکنش نشان داده و جار و جنجال میکنن و کلگی و اطفال را صحنه خارج کرده و به خانه روان میکنن. حالی آته علی را میبینید که همراه مولای قریه صاحب فعلی خانهشان و چند کلان قریه شیشته و صاحب فعلی خانه میگه شما وقتی رفتید جنگ شد و خانه خراب شد و ما همه چیز از اول جور کردیم. که در نتیجه مولا به نفع صاحب فعلی خانه فیصله میکنه و دان آته علی واز میمونه. مژگان باز هم پیش غزاله میره و امرویش قصه میکنه. غزاله میخواه برش قالین بافی و آواز خواندن یاد بده و برش میگه من برای عروسی 1 چادری بادنجانی نیاز دارم که مژگان میگه اگه بیایی چند لحظه چادری سر کنی و چند جمله گپ بزنی قول میدم که برای چادری را بیتن هر رنگی که بخوایی. روزی دیگه صبح وقت مژگان میایه و غزاله را بعد از خیلی دیل کردن و تال دادن و ترسیدن در صحنه میبره که صحنه اول را به خوبی اجرا میکنه. باز در صحنه بعدی قماندان را میبینید که از زیر 1 تانک خراب قدیمی داخل آب که بین دره افتاده یک چیزی پیدا کرده و با سر چاقو شنای جویچه را زیر رو میکنه و یک اسکلت دیست پیدا میکنه و در بالای تپه خاکش میکنه و برای شادی روی جنازه فاتحه و دعای مغفرت میخونه. حالی میبینید که اطفال در خانه سینما شیشته و کارتونی سیل دارند که یک دفعه عبدالجبار و چند قروتک دیگه میایه و به رضا حمله میکنه او را زده و بچه ها را از سینما فراری میته. و بیرارای غزاله را میبینید که پشت غزاله میگرده و در بین شلوغی مردم غزاله را صدا دارند و غزاله از ترس و نگرانی اصرارای مژگان را برای ادامه دادن تمرین نادیده گرفته و به خانه برمیگرده. حالی در بین مردم و بازار پخش شده که دختر قماندان به شرم و به حیا شده باید سنگسار شده و کشته شود. غزاله هر لحظه در خانه احساس ترس میکنه. قماندان در بازار خانه عصبانی و فکری شده. مجیب هم در سفر است و هنوز از رسوایی خبر نداره. شب قماندان تصمیم میگیره که در خواب با 1 چاقو غزاله را بکشه. چاقو را بالا میکنه و زیاد فکر میکنه. البته اینجا من زیاد خدا کردم که نکشه و خوشبختانه قماندان دل از این کارا را نداره. غزاله هم فقط چشمایش پوت گرفته و از این که در مرگ و گناهی ناکرده محکوم است نمیدانه بخنده یا بگریه. حالی میبینید که قماندان از قرفگک دکان مانند آته علی چاقو میخره و هم 2 دانه و چند بار پرسان میکنه که آیا تیز است و او میگه ها بسیار تیز است حتی گردنگاه و میبره. اینجا آدم زیاد میترسه مگه قصد داره چند نفر رو بکشه. خب دیگه وقتش رسید و مجیب از سفر برگشت و زاغسیا گاه خبر بد برش برد که نامزاد عجب کار بد کرده. از خانه بیرون شده با خارجی ها گپ زده 1 تمثیل هم کرده عجب گناهی کلان که نکرده. ای داغم در سردردی های مجیب علاوه شد. 1 سرش درد میکرد کم بود خانه خیالات هم خراب شد. خب دیگه پدر غزاله چاقو مرگموش به مجیب میته. البته هر وقت خودش یک کار نمیتنه و سر مجیب میکنه و میگه ناموست است هر چی و هر کدامش که اختیار داری مگم سعی کو درد و عذاب نکشه. خو او قصد دختر خود دوست داری اولادای خور بگی و بیخی از قریه برو. در اینجا علی را میبینید که تصمیم گرفته با رضا همراه خارجی ها کابل بره و در اونجا برای کل خانواده خانه پیدا کنه که رضا دلش از لط و کوب عبدالجبار پر است. میگه همیشه شکست خوردن و کم آوردن خوب نیست. باید همه با هم بمانیم و استادگی کنیم.
خود در صحنه بعدی مژگان را میبینید که همراه کارگردان فیلمساز جنجال داره و کارگردان برش میگه تو مشکل کلان ساختی، تو درد این مردم نمیفهمی و مژگان به مسخرگی گرفته و میگه این مردم خودشان برشان درد درست میکنه و هیچ گپی نیست، تو فقط همو چادری را به غزاله بیتی چون ما برش قول دادیم. کارگردان بعد از چانه‌زنی های زیاد حاضر نمیشه که چادری را بیته و فقط پیسه میته. مژگان کنار خانه غزاله رفته و از او اجازه وارد شدن به خانه را میخواه که غزاله میگه نه نمیشه و نمیتونم. مژگان میگه چادری را نتونستم برات بیارم، به جایش پول آوردم و پول را داخل موریگه که دیوار میمونه و غزاله زیاد ناراحت میشه و میره و بعد مژگان هموجه ایستاده میشه و با ناراحتی نگاه میکنه که زنای همسایه او را دشنام میده و برش میگه زن بی شرم و بی حیا برو از اینجا. علی برای خداحافظی پیش خارجی ها میآید و برشان میگه نمیتوانم همراهتان کابل بیایم، نمیتونم تسلیم شوم، باید بشینم از حق دفاع کنم و خارجی ها کمی ناراحت میشه و بعد علی همراه مژگان خداحافظی میکنه و میگه از اینکه همیشه نقش مظلوم را بازی کردیم خسته شدیم و برای مژگان یک زنجیر نشان میده که به خاطر تهمت دزدی که در ایران برش زده شده و حقش خورده شد و بیگناه زندانی شده بود و در زندانی زنجیر درست کرده و خیلی برش ارزش داره و برای یادگاری به مژگان میده و برش میگه من میدانم که دفعه خارج رفتی دیگه پس نمیایی و شاید این باعث شود که من یادت بمانم. مثل از این که مژگان و علی به همدیگه علاقه پیدا کردن، مخصوصا صحنه که مژگان برای سردردی علی گولی و آب میاره و کارگردان خارجی چشمش کته کته میشه. خب لحظه خداحافظی فرا رسید و مژگان وقتی رفتن یک مقدار پول به چارقد خوار خورد علی بسته میکنه و از خانواده علی خداحافظی میکنه و 4 نفر در موتر سوار میشوند و طرف کابل میروند. مجیب را با دوست پیرش که مرد پخته و مهربانی است میبینید که سالها قبل در پیش طالبا زندانی بوده و یک پایش را از دست داده، ولی هیچ کینه‌ای نسبت به کسی نداره چون هنوز همون غیرت و مردانگی و مهربانیش است. او پولایی را که جمع کرده به مجیب متوازاری میکنه و میگه ای پول بگی و همراه دختر از این شهر برو. حال غزاله را میبینید که بدون چادری کالای عروسی مادرش را پوشیده و همراه قماندان دم درگاه حولی ایستاده شده و قرار است خانه پدر یا کلا دنیا را ترک کنه. خلاصه قماندان با یک عالم گپای ناگفته گردن غزاله را بغل میکنه و با قلب غمگین با دخترش خداحافظی میکنه. مجیب بیرون حولی ایستاده است و یعنی حتی یک بار خانه غزاله نرفته. واقعا چقدر ما آدما زندگی را برایمان سخت میکنیم. خب ادامه. خلاصه یکی مجیب با یک تفنگ در دست روان میشه به سوی قبرستان و غزاله از پشتش. همه زنای همسایه غزاله را از موریگکای سر دیوالشان نگاه میکنه. همه در دلشان برای غزاله فاتحه میخونه و شاید هم خدا را شکر میکنن که جای غزاله نیستن. در قبرستان غزاله سرش روی خاک مادرش میمانه و برش میگه مادر کاش زنده بودی. قماندان را میبینید که در خانه شیشته و عزاداری داره و یک نفر از قومشان غذای فاتحه داری و غمچریکی روان کرده و برش میگه پدرم گفت خدا مغفرتش کنه. مجیب همراه تفنگش از قبرستان در راه ادامه میته و غزاله از پشتش روان میشه تا اینکه لب دریا میرسه و غزاله روی سنگای لب دریا میشینه و به چهره عصبانی و چشمای سرخ مجیب نگاه میکنه و میگه چرا من مگر کاری خیلی بدی کردم؟ من به خاطر آرزوی با تو و گرفتن چادری رفته بودم به خاطر تو. چهره مجیب کمی آرامتر میشه و باز بلند میشه و راهی بیابان میشه. در صحنه آخر میبینید که غزاله پیشتر از مجیب را افتاده و در یک بیابان رسیده. شال غزاله از سرش میفته و در یک جای استاد میشه. دستایش را روی قفسه سینه خود میگیره و احساس ترس و ناراحتی داره و مجیب را میبینید که از کمی دورتر شال غزاله را بال میکنه. با تفنگ به غزاله نشانه میگیره. هنوز مطمئن نیست ولی بالاخره فیر میکنه و شال را گرفته از اونجا دور میشه و پشت تپه‌های خاکی گم میشه. اما در لحظه آخر میبینید که غزاله زنده است و هیچ تیری برش نخورده و تک و تنها در بیابان استاد است و نمیداند چی کند و به کجا برود. خارجی هم که رفت. آخر فیلم واقعا سرباز میمونه و ذهن بیننده را مشغول میکنه. یعنی حالی واقعا غزاله کجا است؟ خدا کنه کدام گرگ 2 پای یا 4 پای نخورده باشه. خب نام از این فیلم عمل ناسزا بود. اگه خواستین حتما این فیلم را ببینید. خب خلاصه کارگردان فیلم مقصد کد از این فیلم براتان فهمان که دخترای افغانستان بخصوص
دخترها در قریه زیاد مظلوم هستند. اگر از این ویدیو خوشتان آمد و میخواهید که باز هم برایتان خلاصه فیلم افغانی بانم، حتما این ویدیو را لایک و شیر کرده و مرا فالو کنید.